به نام الله بخشاینده و مهربان. این لحظه درباره خوشبختی انسانی یک کوتاه برایتان روایت نقل خواهم کرد. یک میلیاردر را برای مصاحبه به تلویزیون دعوت کردند. از ایشان پرسیدند خوشبخت‌ترین لحظه زندگی شما چی بود؟ لذت زندگی تو چگونه است؟ مرد جواب داد من 4 مرحله زندگی را گذشتم که در 3 تای آنها سعادت و خوشبختی را احساس نکردم. در تمام حیات مال جمع آوردم. فکر میکردم که خوشبختی و سعادت زندگی در همین است. اما عمرم گذران شد، یعنی گذشت. خودم را در این راه قربان کردم اما سعادت را ندیدم. تمام گنج ها را از قبیل زر و زیور و آرایشات و هر گونه کلکسه ها را خریداری نمودم و فکر کردم که خوشبختی در همین است. اما افسوس، در بهترین منطقه های دنیا و جزیره های زیباترین بنا ساختم اما همانا به سعادت زندگی نرسیدم. و روز به خانه معیوبان که در آنجا 100 بچه‌ای که فلج بودند، یعنی پای نداشتند، دعوت شدم. آنجا نشسته بودم و به معیوبان نظر میکردم. یکی از معیوبان برای دعوت را پذیرفتن تشکر کرد و بعداً گفت من از نمایندگی خواهش دارم تا 100 صندلی برای این معیوبان فرمایش دهند. مرد گفت در همانجا تلفن را گرفتم و 100 صندلی فرمایش دادم. شادی معیوبان بعد این حد و کنار نداشت. چون جلسه به فرجام رسید، به آخر رسید، خواستم به جانب خانه روم که ناخواست یک معیوب پایم را سخت داشت. خواهش کردم اما رها نکرد. سپس پرسیدم چی خواهش داری؟ معیوب گفت نه چیزی خواهش ندارم از شما. تنها میخواهم وقتی که هر دو به بهشت الله رفتیم آنجا نزدیکی الله از تو اظهار تشکر کنم. آن زمان به اختیار اشک از چشمانم جاری گردید و درک کردم که همین است لذت زندگی و سعادتی آن. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هر آینه الله به مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و آنهایی که به نیت خالص به الله قرض نیکو می دهند چندان برابر زیاد برایشان پاداش داده می شود و آنان پاداشی گران قدر دارند و آن جنت است.